السلام علیکم подписчиков. با زبان توجیکی گپ زنم که در سایت من هر جا منطقه توجیکستان подписаться کردگی بمو اما بفهمد. کروچ یک ایده در سرم اومد، میخوام ای دل و جان از صدق دل کسی که در مسکو در جای غریبی است یک دستگیری میکنیم که بمون یک آدم پیش برود. ما خیلی بخیل آدم نیستم، با خدا قسم. مثل کسی که در شهر مسکو کردیت میتید یا کوارتیر استوات میکند یا که سویاز دارد، من در بنویسید یا کانتکت نمره خطانه بتید یا اینستاگرام سایت خطانه من بتید، ما شما را رکلام میکنم. یگون کم بغل در کردیت در کار باشد یا یگون کس در کوارتیر در کار باشد، من اگر مراجعت میکنم من سرازا کانتکت نمره شما را ویودا میتیم. با کسی که مثال موشین میفروشد، اینا برادرها کجایی که سرویس ما هسته در مو طرف قفای سرویس یک پارکوفکای کلان میوید، همونجا در ما موشنوی شما را رکلام میکنم. شما یگون چی من در کار نیسته، فقط یک دو بکنه در حق من تمومه. ما ای قفوی پول نمیدوام. پول انشالله همه کار خیر که کردی پول انشالله خود بخیر میآید. تو در خودت چوستفت نمیکنی که همین پول ای کدام طرف میآید، ای کدام طرف уже در کیسه در اومد. так что اینا گپ من برای کدامی که همیشه کارو سرگردان است بنویسید. من هم یک خیلی که شما مرا دستگیری میکنید، ما میخوایم همین خیلی شما را دستگیری میکنیم. ما در این دنیای امروز هستیم، پگا نیستیم. کی میدوند پگا چی میشود؟ باید ایمو یک چی خوبی میموند. کسی گندگی میکند، کسانی که مثال قفو گپ میزنند بمون گپ میزند و یا یک ابیجنی آدموند و یا در زندگی خودشون یگون چی دبیچ نمیکنند و یا فقط قفوی همی کامنتار و قرات و بیعقل مثال و یا اوجه ای پدر مادر خودشون اق شدگیان و یا اوجه گپ مو بسپلیز نه. خیلی بسیار گپ نمیزنیم. این گپ من امی بد. اگر نپراویل نباشم یا که پراویل نباشم در کامنتار بنویسید. آخر مونده در پناه خدا باشه. شما قطعی اما وقت رسلان زنده باشین.